ها وجدل ما اتكون تكر را بله تی مود چمنو هم خراب ترین هاو دلوش روزگاره وجدل روزگار هرچونی هر ورین رنگن چی بیته دلوش منا هفتگی بی من کلاب هاوس شده بود پیرگی این روچا شش تاریکا یک دیوانی بوده که ایران چه دستی کمان من چونای دلوش دیوان روگیه بله من دیگه کاری کبتو من نشتون روگ نبود بله من همی تقریبا گنتای نیم هداری و نیم هداری پیش را گوش کرد همین پیرگی نه شش تاریکا بیته من سک گربر بیتگم دنیا با کجاش دارم بچه دو مسئله من هستم یکی می بلوچی دو رویی دو مورالی دو اخلاقی دیما ساه نفس پشتا هرچی گوشه بگوشته زاوره با نام نگرم کی روشن فکر بکول وقت یعنی همه کدنن جوان نوجوان ما راج مردم چم گناوانه پو وجدل برو کسه کن او دل باش بچه ما نام گرم بچه که ای دنیا و ای سیاست و ای واجهان که مرچی نه ده 20 سال این بازی بودی نام آگیب تبر کن واجه رضا حسین بر ای دیوان شش تاریک بوتک باز سنگت پارتی بودن گپ پتران کن همه باروا بله واجه رضا حسین بر همه گپا کنگند که هر کس باور نکند برو ای گپانا گوش بکند ای هستند بودن کلاب هاوسا گوشگند که 100 سال آه و ناله بوده بله پا کجا رستگی و هر کسی کارنامه یعنی کرد نامه صاحب من 50-60 سال سیاست کرده و من یکی چما شرطرین نمبران وطاده این دیوان ها نزانان ما حساب نکرده که بله 60-80 مردم بلکه کمتر بله 60 برز بند من خیالا پو وجدل گوره تو همچون نام گره مردمانی ها دلوش مردم که وقت رو گوشم من پلانی و یه گپ کنم منی و چیر داته نکنم سیاست توی که خاص و گپ کنن که من کوشش کنم تچکین مردمی بگون و تچکین گپ کنم من همه دو مورالی و دو اخلاقی من سکتوری و این دنیای تو که حرکت شو بکن گوره گنوه که بی این پوه کن پسر وطر رو بچه که باید اینکه هر چیز دیما جان و جی و جان بکن پشت هر چی گوشه بگوه را دیگه گپ پو گوره وجدل تو کسته بکن مسئله چی بیده هاو بچه مسئلهش این که واجکار گوشه گن که ما نزوره مزور نرسیم ما کمی ما سک نزوریم و بل وجدل توی واجه پجار بکن اگر کسی نزانتی تو رندای گپانه بکن هاو شایی هنشا گپی ای واجکار رضا سنبو شای ودا رستاخیز یک سیاسی پارتی ایوکین تهنای سیاسی پارتی بوده شاهی وحدا پیش ای جمهوری اسلامی و مولای حکومت ای واجکار زاهدان یک مزنی عهدهداری بوده و واجکار گوشگند که من 50-60 سال تو کار شرطترین کار کرده و بهترین نمبر من ده بله آی نزدیکی سیاد مردمان اگه تو جوش پرس کنه
گوشن که آیی اداره تو که ما چاهوالا هم بلوچی نبیده بله ما چایشه گوزیم ما رو گناهی هیچ کار نی نه بچه واجده درو محلو گوشگن که بلوچستان پسماندگی و درو شاهی باید شروع بیتنگن یه چطور که گوڑا چو تاریب توصیب که دلواش ای دیگه گپی بچه مال کار گپ همیه ولی گپ می گویی مرچگین گپ بگین که دراز کش می بی ای واجکار کسه کن که دوشی گویا که شامی و لحتی و جبهه ملی مردمان شامی وارتک و شامی تو که همه بلوچی گپ دیما آرتک و همه که هر استانی یعنی بلوچستان یک استانی کرمان یکی یزد یکی و هنچو برو دیما یک عهدنامه امضا کتک دست خط کتک وقت گوشه گیت گپان تو که بلوچستان یک استانی فدرالیسمی رسید و هنچو گم بجن که این مسئله دست خط بوده ختمت ما پلا دیما گویه دیگه تنظیمان گپ حبر کنیم گروه وجدل یکی وزکارا جوس نگه چونکا پچی نه دل باش منی درد همیشه منی دو دو شخصیتی دو مورالی که روشن فکری بلوچی تو اکایی 30-40 سالی تو اکا چایدان گودان بلد بوده و زانتکار بوده منی درد همه دانه که هر چیز پشتا روان دیما نه شاباشش کرد متشکریم ندانه یه دیگر آدگر هم گوشک بود ولی یکی ها جستی نکرد که کرمانا یزدا نه لبزان کی جنجال ہے اور نه دود رو بیدگی پخ بچه گپشین که واجه حسین بول گوشه گیم رضا حسین بول که یعنی بالکل وقتی گپی گوشون حداقل کاری که من توانت بکنم یعنی پورا بگاشتی یک سوداگری دیکوارد کچی سوه پی گفت ای سوه پانا فریزی کرتگم بله ای سوه پراب من فریزی کلندر گفته بله من این چون زانتکاریم بلوچ بلکه چه بلوچ هم منی وریم بلکه 50-60-70% سرپد بگم بله همچین مردم زانتکاری نه هست که بلکه 99% آیی گپا شرطر چه من سرپد با پخ واجکار گوشگین که هنچین دست خطی کتا که انگلستان اسپانیای ملکان توکا هر استانی ولی شموشتک بابا انگلستان اسپانیا یک قومی یک ملتی یک زبانی هست دلوش دنیای سیاست مدار گوشگند اگر چده ها تو 9 تچکین خبر بکنه یک دروگی بنده تر درو باور کنم بله اگر چه دهینا تو 9 دروگ اوردین گپ بکنه تی یکین تچکین هم کس باور نکن ایشی باز برام معش کده جبهه ملی شاه چکه مردمانی پارتی این پارتی که 2-3-4 بودی نه ماگو بلکه این واجکاری کاری کن بله این چه 10-20 گوسته گن و این واجکار شاه چک اشانه یکی هم نمانید این پارتیانه ولی عهد ما درو یاد گفته بلد بیتگین ولی عهد بلد سرگوز بین که ولی عهد مانا چیه بین یعنی نماینده وحد یعنی همه روزگاری نماینده که چه آسمانات که بوخ دلوش من چین چو گپ هستد بله باور من سک همی چی بون که گنده گون 9-10 ملین نزدیکه بله چی بکن دنیا
که بازی مردم 4-5 سال پیش تو که کجام جاگاه ها بودن و مرچی گپ کجا که رسید بجنه گپید بلوچ تو شکی خیال زندگی بود.